سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز افغان خدمات. امروز میخوایم یک آموزش کوتاهی رو داشته باشیم برای اینکه ببینید فیسبوک چقدر برای بوست دادن از کارت شما کم کرده. در این قسمت متا ادز را کلیک میکنید. قسمتی که نوشته توتال اماونت اسپند در واقع این حقیقی نیست. برای اینکه بدانید که چقدر از کارت شما کم شده، در روی اد اکانت خود یا نام خود کلیک میکنید، میروید در قسمت بیلینگ اند پیمنت و قسمت پیمنت اکتیویتی را کلیک میکنید. در این قسمت هر مقداری که شما اگر پرداخت شده باشه نوشته پید، اگر که پرداخت نشده باشه می نویسه فیلد، و اگر که مقداری که شما پرداخت کردید و شما برگشت خورده باشه به هر دلیلی می نویسه ریفاند. از اینجا میتونید سلب بکنید که چه مقدار از کارت شما در واقع کم شده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. کانال ما را سابسکرایب بکنید و ویدیوهای ما را با دوستانتان شیر بکنید.